سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو و به این کانال. امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ یه برنامه‌ای که با راه رفتن به ما درآمد میده و میتونیم باش اینترنت، شارژ و کد تخفیف‌های رایگان رو دریافت کنیم. اسم برنامه بگردش هستش. داخل مارکتی سرچ کنید، میتونید نصبش کنید و روی اجرا کلیک کنید. بگم که لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید تا یه حمایتی هم از ما بشه. اولش که وارد بازی میشید از شما یه شماره تلفن و سپس یه رمز عبور و یک کد معرف میخواد. کد معرف حتما این کد معرفی که بهتون نشون میدم و داخل دیسکریپشن گذاشتم رو بزنید که به شما اول بازی یه مقداری هم سکه برسه. همینطور که میبینید من در حال حاضر 42 نفر رو دعوت کردم. چی توی این بازی مهمه؟ میبینید که این سکه هایی که این بالا هستن اونا برای ما مهمن. خب اولش که این کدام وارد کنید یه مقداری به شما سکه اولش میده. حالا ریتم این بازی چجوریه؟ یعنی این ریتم این برنامه، روی این قلب وسط کلیک میکنید تا به این حالت در بیاد. سپس گوشتون رو میتونید بالا پایین کنید. البته دسترسی فعالیت فیزیکی هم میخواد، اونو باید بهش بدید. بعد اینکه گوشتون رو بالا پایین کردید میبینید که قدماتون رو داره میشمره. حالا چجوری این قدم‌ها رو تبدیل به سکه میکنیم؟ روی این دوباره کلیک میکنید تا استاپ بشه. استاپ که شد این پایینیه رو میکشید این نوار رو تا تبدیل به سکه بشه. الان میبینید که حداقل سکه نیاز، حداقل قدم نیاز داره. حداقل باید 100 تا قدم زده باشید. فکر میکنم 100 تا قدم که زده باشید میتونید به راحتی این رو تبدیل کنید. بخش کلاب که بخش بعدی این بازی هستش، اینجا میبینید که بخش شانسی داره که اینجا با تبلیغ دیدن میتونید روزی مثلا دلوش 15 تا کادو رو باز کنید. هر کدومشون میتونه از 1000 تا سکه یا حتی 2000 تا یا یهو دیدی 100 تا شانسی بهتون میده. این مقدار رو به من 2000 تا هم قبلا داده. تاریخچه جوایز رو که بزنید میبینید اینجا من قبلا یه 40 دقیقه مکالمه ایرانسلی هم دریافت کردم و برنامه‌اش کاملا معتبر هستش. اینجا بخش کلاب یه سری از چیزاش رو میبینیم، آفراش رو میبینیم. مثلا 10000 تا سکه رایگان که گفته باید برای اینکه این رو دریافت کنید نسخه بگردش رو، یعنی این برنامه رو از گوگل پلی دانلود کنید. بخش بعدی که این بالا میبینید میتونید انتخاب کنید. مثلا من اینترنت رو انتخاب میکنم، همراه اول داره، ایرانسل داره، همه اینا رو داره. مثلا 4 گیگ ایرانسل اعتباری 50000 تا سکه میخواد که سکه زیادی هم نیستش و به راحتی میتونید این مقدار سکه رو جمع آوری کنید. بخش کارت ها هم که همشون توضیحات خاص خودشونو دارن، میتونید با سکه خریداریشون کنید. مثلا این کارت گفته به جای اینکه به جای هر 10000 قدم 3000 تا بهتون سکه بده، اینجا 10000 تا قدم 6000 تا بهتون سکه میده، یعنی 2 برابر میشه. یه سری اشتراک ها داره و یه سری هم از این کارت ها. مثلا اینجا گفته 4000 سکه میتونید دریافت کنید. 3000 سکه هم ریزه هر دعوت از دوستاتون میشه. کادو شانسی هم میتونید 1000 بار توی روز باز کنید. الان 15 باره اینو بخرین میشه 1000 بار. حالا چقدر مقدار سکه میخواد؟ 30000 تا هم سکه میخواد که خیلی میصرفه. اگه شما بتونید توی یه روز مثلا چی بهتون میگم حتی 100 تا هم باز کنید، بتونید مثلا با اون 100 تا شاید 100000 تا هم سکه برنده شدید. خب بخش بعدی بخش چالشه که اینجا یه سری چالش ها میبینید. مثلا گل کشی بگردش، بخش راندو و چالش های 2 نفری که با دوستاتون چالش میزنید و هر کدوم میتونید که برد سکه رو به دست میارید. کلیت این برنامه همینه. فقط اینو بهتون بگم که کد معرف رو اگه خواستین حتما بزنید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. چیز خاص دیگه ای نداره، بقیه‌اش خودتون باهاش آشنا میشید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودین. خدا نگهدار. البته این 2 تا ویدیوی بالایی هم که براتون میاد رو ببینید. با ثبت نام کردن میتونید ازشون هر کدوم هولوش 40000 تومان دریافت کنید. ممنون. خدا نگهدار.